که میبینن همه که آنو پدنالات چه استعمال میکنه میرم چی میگوید من رقماتی همو رقماتی شما گفتن تو گرفتگیان هم رقمات ما در اون چیزا می نویسیم میگیرم در زیر اکران هم میمونم اگر اون نفر که تو من نگم ببینن که همین نمره خواهشمندم که همین رو در کدومی که زنگ زد خواهش دارم که ببینین اول بفهمین که کی است چی میخواهد همین از یوانم همین نمر یا دختره که شوهرش باید 2 میلیون روسی گفتیم مسکو باید برد اپراسیون اما همین خیلی ایورا 4000 استعمال کرده همین خیلی امورا ایما پارتوفتیان ایورا استعمال کرده نه سلام عرض میکنم به همه شما تماشابینان و مخلصان عزیز امروز انا همین راه دراز را طی کردیم و به خانه اکای اسماعیل آمدیم که 3 سال باز است راه گشتن محروم است و خواستیم که به نزدیکی او را جراحی کردنیم بودیم و انا همون آهنه که در طرف راستی آن هست خواستیم که گیریم و به پای خود راه کردن و انا همون 2 روز پیش ما ویدیو را پرتافت بودیم ویدیوی انا همین اکای اسماعیل را و یک مدت انا همین 2 روز در تای 5-6 هزار علاقه مبلغ جمع شده بود و ما خواستیم که 2-3 روز دیگر انتظار باشیم تا که انا هم پول مبلغ بیمارخانه جمع شود و ما آمده او را به بیمارخانه بریم ولی متاسفانه خود اکای اسماعیل به من زنگ زد که فرهناز بانو پول را از کارت من گرفتم و نمیدونم که کی و چگونه و امروز آمدیم به خاندانش تا که از خودش بپرسیم که این حالت چه خیلی شد چگونه رخ داد. سلام علیکم. و علیکم سلام. اکای اسماعیل میگه که چگونه 2 روز که من ویدیو را پرتافتم یعنی فرار از من پرتافتم ساعتی 8 تقریبا من اکای ویدیو شما را در یوتیوب پرتافتم همون ساعتی من همی آدم زنگ زد از روسیه اینا نمرش هم میگویم نمرشون +7 999 596 34 12 همین آدم از روسیه زنگ زد نامشون علی بود علی بود گفتی با روسی دب میزنن من گفتم بله بعد گفت که ما رفتن که شما را یاردم کنیم سوسو همین از بین کم تا نگذاشتن چه شد که نه سابشن اومدن نه هیچ یا سابشن شد نگاه میکنم کدوم آدمی 32 سومون گذرونده است همون کارت گفت که تلفن همون کارت شما کشیلوکاتون بلاکیروف کرده قراره ما گشته کمپانی زنگ زدم کمپانی هم که گفتم کمپانی هوی کدو گفتی همین خیلی ما که همین خیلی شده هوی کد همین از بین 1 ساعت نگذاشتن همین بین در 5700 چند سومون به سابشنی کارت از کارت نبود شده نیست پول نیست کارت داد همون را تو من بانشتم حیران شدم که چه کمپانی زنگ میزنم من کد اون کسا دودگی نید همین بین 2 روزه چه سیمات کردن گرفتن هیچ کنه میگه که کیوی کاشیلوف مسکو پول از کارت شما مسکو رفته کی گذرونده است نمیدونم هیچ کارت دادگی هیچ کارت دادگی دین روزی که من در زنگ زدن چند مبلغ دیگر بود انا با اورا با این همین دینا اکی 2 روز پیش بود با این دینا 337 سومون با 337 سومون تو خیلی 500 سومون شود شما زنگ زدم که شما واسه چه خیلی کنم گفتین که خیلی را استعمال کنید یا کارت من با پارتی من دادی من گفتم خیلی 500 شد نو خوش ایشان هم خیلی شد 337 سومون اما از کارت کاروشی استعمال کردم بعد میتونی خط شما رو بدون خونم بودن در کار بود آخه ما باید اکنه 2 روز پس باید میرفتیم دو روز پس باید شما رو جراحی باید میرفتیم اپراسیون میکردیم اما کمی این دکترتیس میگن همین شرایط باید آهن مونن نمیذارم همون سومون رو گیرن و جاش با آهن مونن اینو پول نبود چیکار میکنیم نمیدونم موندیم بود چه وقت از وقتی که انا همون پول که شما را گرفتن همون مردانی که زنگ زدن خود را همچون مرد معرفی میکنن و نامشان را میگن ولی از یک انسانی که احتیاجمند است احتیاج دارد به پول و باید او را با جراحی درآورن چون نمیتونن که این قدر خدا نترسن باور میکنین دیگه چیزی گرفتگی من کجا موندم خودم نمیدونم اونجا عصب هیچ شگان نمیفهمم که چه خیشه چرا در جا موندن یا چه جای موندم اید میبرم 2 روز هیچ خوردگی نیستم 2 روز هیچ خوردگی نیستم بود حیران میشم خودم فکر نمیفهمم نه گشنگی من نه سری من دیگه وجو کو رنگ زام کنه چی یعنی آدم قدم میذارم گپ ماید میبرم رنگ اسکلروز میگم کو این 2 روز باور کنم ترشتم
من نفهم شما را بخاطر که خیال میکنم که گپ در انا همین 5-6 هزاره که جمع شده بود در آن نیست. گپ در آن است که شما وقتی انتظار بودید که میروند خود را جراحی بله 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 انا امور مقصد هم بود که اکنون که اپراسیون میکنیم با همین امید بودیم. با همین امید بودیم نصیب تقدیر داریم. میگن که کمبالا دا بالشتر مولمده دارم تروش دیمون. من حیرانم همون نفر ده که همون برادر ده که چگونه میتواند از یک مرد که احتیاج دارد و همسرش حالا در بیمارخانه است، خود بیمار است و به خانه پدر و مادرش رفته است. در انا همین خانه تنها انا همین مرد که شما میبینید راه گشتن نمیتواند، با انا همین شگست در خانه تنها است و خواستم که او را انا همین پایهایی که راه نمیگردد کمی هم باشد پول جمع کرده او را جراحی کنه و چگونه میتواند که از چنین انسانهایی که نیاز دارن شما پول میگیرید. من نمیدونم اینو من هم خیلی آدم ده که خود که از خداوند که نمیترسد من دیگه چیزی گفتم نمیتونم که انا همین امکی ما و شما 2 روز باز است که چیزی نخورده است و تا حال فکر کرده ایستاده است. چگونه است که همسرتان چگونه بیمار شدن که رفتن؟ همسرم هم میونشو گردش و هم خورجنگ داولین زاگوری یکی پول سیمت کردن و اوه واه گفته همین تا کروشی یا برا غلدمون 3 روز جوگاکی نشد خواهر شما بود. اونم بولی چینی گفته اینا برام بالسا کروشمون با تو بودیم پدر مادر جفتش کردیم که خیلی که وضعیت اونم فلان مایلش بود دادرش کنه که برد اوت اوزی بردن و هم گردوش بسام میون. آجی وقتی که یانگام نیست شما کی بابی میتونن در خوردن در خوک در کم همسایه و هم همسایه در مایل چیزا کاری اون چی میکنن روی کام میکنن. آجی شو کردم میکنم بخاطر که در خانه شما وقتش کمه. خیلی نمیدونم در آگون زده موندم. پول نیست. دکترو بی پول جراحی نمیکنن. ما وعده دادگی بودم که بعد 2-3 روز پس یا یک هفته پس بعد از فرم بیامو اکیس میره با بیمارخانه میبره. خیلی نصیبه که پول میگم کوچ استعمال کردن داشت تابشنش نمیاد. که کمپانی هم من میدونم شام دیسیتی چلو میدوید که کارتای آدم دیگه میگیره درک نمیاد. کمپانی زنگ میزنه میگه شما مود عریضه کنید ما معلومات نمیدیم. اوکی پول نیست اوکی دیگه توکش چیه کار زدن. و واسطنایی چند کشیده یا واسطنایی نکردیم خیلی کمپانی رو واقعی نمیدونم چی بگم چطور میره با امید کارت رو میگیری میوی به شروع یه سوم 2 سوم آدموش دیگه که 2 سوم گذروندن 2 سوم ولی خیر است اکنون برای چی که نگاه که همه امید که همه آدم راه گردد و